کشتم باز برگشتیم. این دفعه کشته جسدت رو سوزانده به دریای گنگ میپرتایم. دیگر آمده نمیتوانی. من از برای خدا مرا نکشیده. نه نرو. رهایم کن زهرا. ماما کس از قفای ما بی. اکا مکان سخرا در همینجاست. من این سخرات را پرانید. چی گپ شد؟ سردار کانونی دیوونه باز با مکانی ما حمله کرد. کنون رفتیم کارش رو تمام کنیم. این رو بعدا میکشیم. تو همین جایی ایستی. اینجا بودن این کلتکیلس رو چی فهمی؟ با کلتکیلستان سر را گرم کرده. کلتکیلس کجا شد؟ همینجا بود اکا. رفته او را دستگیر کنید. رفته. آخری انبار رو از نظر نگذاروندیم. انیق آنجاست. دیگر کجا می رود؟ خطا نکنید. با دقت باشید. کجا شد؟ خواهد زنکا؟ به خدا زند. رفته. کلاس را از دست ندهید. زیا سردار کلتکیلس کنید. خدا لعنت کند. سردار پلیس آمده. جمع شوید میرویم. میگویزم تشکیل کنید این سگها را. جمع شوید میرویم. از پسشان روید. دوید گفتم. دستت رو گیر. سرده مرا. اکا این دختر از انبار یافتیم.
ابله تو چی کار کردی شده ها؟ چی میزنی آقا؟ با طرف ایزن سلاح میبردارن مگر خانم میلیس بخشش میپرسم احمد کجاست؟ با اون چی کردی؟ احمد گفتی؟ احمد کیست؟ بچه احمد کی او هسته ها؟ میلیس تو به من دروغ گفتی ها؟ از پشت تو شده زیا رو از دست دادن. جناب کنان خانم زهرا جناب کنان زیا رو دیدید؟ زیا گفتید؟ کدام زیا؟ شما حاضر درباره خدا رحمتی زیا گفته ایستاده اید؟ زیا زنده است. چی میگوید؟ هیچ کس از جاش نجوم داشته با بالا نمیت آمد. همین نمیرسید. تو از کجا بارو بادی چار چشمه؟ خانم میلیس، خانم زورو، کنانی دیوونه نمکی به نمک، شرفی به شرف. لیوید؟ بله منم. اما مردک شما دایدی چکار میکنی؟ احمد خوب هستی؟ این گرسخته از کجا پیدا شد؟ من نمیدونم. خوبم ولی به سرم چیهایی که نه. از دست آنها رها یافتی؟ رها یافتم. تو از کجا میدونی؟ تو را دستگیر کردن من دیدم. دیدی؟ خدایا چی خیلی؟ احمد اینها رو یک طرف مان در کجایی؟ خوب هستی؟ به تشویش جایم امن است. به شرف ها تلفنم را گرفتند. از تکسفان زنگ زده ایستادم. حاضر به پلیس رفته شکایت میکنم. احمد به شعبه پلیس نرو. احمد تمام بعدم به تو زنگ میزنم. تو بزدی. خانم میلیس، خانم زورو، اینجا بسیار خطرناک است. بیاید من شما رو به خانه‌تان میبرم. ای دست این نمکی به نمکی کنعان دیوانه هر کار میاد. رفتیم. بیا. میلیس مکی گفتیستم رفتیم. سیلاتا بجا کن نمیگ. اگر یک بار دیگر من در اینجا شما رو بینم بشو بچه بردن چونان میزنم که یکان جور آباد تا نمیمانم. فهمیدی؟ کنعانی به عقل. او این چی خیل ترسی گپ زنیست ها؟ او چی خیل گپ میزنن؟ او با اینها گپ زدن رو نمی آموزانند. ای خیالت ها برای رفتیم. بیا نسبت سفرات بیشرف شکایت کنم از او خلاص شوم. اصلا نسبت کلتکیلاس شکایت کردن در کلیک او مرده است. مرده بلا را به سر من گذاشته رفته است. سلام جناب پلیس. علیکم سلام. یک شکایت داشتم. بگویید. میلیس تو در آن انبار چیکار داشتی بگو؟ ای بابا جان چند بار به شما گویم برای واخوری با احمد رفته بودم راهم رو گم کردم. صدای سلاح رو شنیده در حال به پلیس زنگ زده بودم. دروغ میگوید بابا. با احمد نیو بازی ها میخورده است. اما سقرا زیا را از دست داد. اهمیت نده میلیس جان. از رشک زیاد این خیل میکنم. البته که تو جوانی زیبا رو یافته ای. از حسد دیلش تپ 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 زده ایستاده است. این باشد حالو هم از پشت شوهر مرده اش است. خاموش کلین خاموش دمت را گیر. میلیس آخرین بار میپرسم در آن انبار چی کار میکردی؟ بابا جان کافیست اکنون. من بسیار خسته شدم. از زهرا و گپ‌های دروغی بافته او خسته شدم. خواب دارم. من خواب میکنم. شب بخیر. خوابای شیرین. خوابا این دیست که عزیزم گریز حتما زیا رو میابم. باورم نمی آیده. حالو هم زیا میگوید. زیا گفتی؟ بله. اکه اونال هم اومد همه دیگر میشود. و زیا گفت؟ یزمه؟ زهرا؟ سر دارم میبخشید اکه اونال شما در اینجا چکار میکنی؟ خوش میکن زودتر جراوت که همه او اکنم سنیپر شا میگره طرف یکان تیر خول میکنه یکان واقع در گرفتار میشه. اونال رو من دعوت کردم. چی گفتی؟ خوش آمدی اونال. خوش باشید جناب اکرم. مرحبا چی؟ تشکر زیاد. ای بخدا شما اشتی کرده مبارک شود.
اکیانال خوش آمدی خانه بابا اکنم خانه خسرت خوش آمدی مانده نباشه شکری زیاد شکایتمون رو کردیم آماده شدم تمام تنها مهری دستم رو باید تازه کنم اونال مسئله کلتکیلاس چی شد؟ تو هم بعضن او رو هر جا میبینی میگویند به فکرت احتمال است که کلتکیلاس زنده است جناب اکرم شوخی کرده سودید کلتکیلاس مرد از این 1 سال گذشت این رو شما هم خوب میدانید این گپ رو تو گفته ایستاده؟ البته من یعنی این خیلی نمیشود شما فکر میکنید که او زنده است؟ جناب اکرم من یک دکتر خوب رو میشناسم باید با او واخوره یزنا جان لطفاً زیا رو از دست زهرا نجات دهید لطفاً زهرا از برای خدا این خیل نکن این خیل نگو کلتکیلاس مرد دخترم سقراط او رو چی خیل دستگیر میکنه یزنا نمرده زنده است میلیس رو از ما پنهان کرده است زهرا جان جانم بین پیشتر با بابایت هم گفتم یک دختری خوب رو میشناسم نزدش رفت حتی با بابایت یک جای روید چی خیلی دختری از نه؟ پسیخولوگ یه اونا رو سوز میکنه گناهی من این است که مثل تو بر این را به نزدم که زدن صحبت کردم زود از خانه برا جناب اکرم من زاری خانه شما نیستم مرا شما جغ زدید من اومدم خوب میروم اما حتما نزد دختری که گفتم روید بینید من نجات یافتم خوب شدم و از این خیالات بافته کلتکیلاس خلاص شدم حالا گپ میزند زود از خانه رو زود باش تمام گرفته بر این را اکیانال تیماس بیایم اینجا بریم سرمونه در بالون نمونم فکر خودتون نکنید فکر منم کنید مبان از اینکه تو داره حالا هم گپ زده ایستادن دف شوید روید از خانه هم زود روید خوب شوید عصبی نشوید بابا جان تمام بابا جان آروم باشه جان من لطفاً بیایید جانکی من تمام رفتن خوب هستید آکا رسم زیبا داشته چرا اون رو تازه کنه؟ چه زیبا یک مهری عادی است تازه کنید رود تمام پس برای چی کشیدی اکا؟ از کجا میدونم میدونستم میکشیدم مگه با جایش چی خیلی رسم کشم اکا؟ شیر، پلنگ، روباه، مرغ تو چه ها میگویم برادر؟ با آبرو و وضعیت ما این خیلی چیزها نمیزیبه اکا شما چیکاره هستید؟ استاد دین و اخلاق هستم این خیلی باشه چرا رسم کشیدید گناه نیست مگر؟ برادر این برای من گناه هست و برای تو نه؟ باز از این کار پول کار میکنی گپ رو کم کن و تازه کن تمام مایلش اکا خیریتی از این مهر هم خلاص شدم این زاغ سیاه دامرازیا بخیر است از همه بعد کلتکیلاسش بود با آن دیوار چی خیلی میستی کلتکیلاس برامدم ها از راستی کلتکیلاس نی من استادم آشخونه چی هم مرا کلتکیلاس گفته داد زد به خدا کمی هوش بر سرم داشتم آن رو هم از سرم گرفتم والله گرفتن بالله گرفتن یا خدایا من چیکار کنم من انشالله دستگیر نکردن احمد رو این روز چه روز بودن احمد برای چی نامزدی من رو آغوش کرده ای؟ کدام نامزدن؟ شما کی هستید؟ کردید پس یگان چیزی مهم است
از اون آدمی که شما سپارش دادید ما معلومات پیدا کردیم. نه؟ چی بود است؟ بالای جان مردم شاگردی زهاک سقراط از پس او بوده است. سقراط؟ بله. سقراط. شما کی هستید؟ این خیلی نکن برادر. میو نمیشناسی؟ یک بار به خونه‌ات اومدیم. در چند بیخبر اومدیم. سفر نکند که ما رو با جای نادرستی آورده باشی. نه عزیزم، این از قشلاقمون است. احمد است. کمی شوخی کرده ایستاده است. خیلی شوخی ها؟ از کدام قشلاق من؟ نمیدونم از کدام قشلاق. دیدی عزیزم، از کدام قشلاق بودنش رو از ما میپرسد. با تو نگفته بودم که شوخی میکنن. چه خیلی شوخی برادر، چه خیلی شوخی میکنم. شما با این خونه چه خیلی در آمدید؟ با کلید؟ چی؟ با کلید؟ البته با کلید. با چی میشود دیگه؟ و تو چی شده؟ خوب هستی؟ احمد چرا چونی نگاه داری؟ خودت با من کلید دادی گفتی که کی خواهی بیو؟ من دادم کلید رو؟ دوست باشدی شاید هم قشلاقی هم باشد. شاید حافظم رو از دست داده این خونکو رو در یاد ندارم. همشهری تو خوب هستی؟ تو من رو نشناختی؟ یک جای کلان شدیم اخیر؟ بچه گموش کن. نه. چی نه؟ البته که نیست شب به خانه در آمدم حیران شدم شما را دیده هوشم پریشان شد. از برای خدا ببخشید مرا معذرت میخواهم. خوش آمدید نمیگویی؟ خوش آمدید. در نزد ینگت مرا شرمنده کردی. ینگه بخشش میپرسم. از راستی من حیران شدم در نصف شب شما را دیدم پریشان شدم. هیچ گپ نی همش خوب است. استغفرالله. آدمی که سقراط از دست داده است با کلتکیلس چه رابطه‌ای دارد؟ سقراط هم از پسی کلتکیلس بوده است. خیر. اویله گلسوم رو به من ندادن. من رو دزدیدم. گلسوم؟ نصیب باشد میگیرمش. از قشلاقی بالا دزدیدم. یک لحظه من نفهمیدم. تو گلسوم رو چه خیلی دزدیدم؟ اکهایش از پس هم بودن. در قشلاق مونده نتوانستیم. به اینجا آمدیم. خدا زده. اکهایش به اینجا آیند چیکار میکنی؟ نترس نمی آیند. تا اونها آمده میرسند که ما رفته به قشلاقمون میرسیم. مجبورند که تکلیف ما را قبول کنند. خیر پگاه سحر باز با پورگی میفهمونم. ما رفته خواب رویم. رفتیم جون. شب بخیر. شب بخیر. امشب در جای خوابی تو ما خواب میکنیم. نادرست نفهمی ها؟ تو نیکو نکنیم با خدا که نمیرسیم. چرا نادرست میفهمم؟ وقتی که آمدم یک جای خواب بود. نه اما تو ما رو نادرست فهمیدی. در بینمون بالیشت بود کو؟ به من چی که بالیشت بود نبود. ما رو یک سوگذار تو میجگان رو چیکار کردی؟ میجگان؟ تو از کجا میدونی میجگان رو؟ خیلی از کجا میدونم. همگیری هم میکردی. میجگان گفته. چیکار کردی؟ نفهمی شد؟ خیر اینها رو پگاه گپ میزنیم. شب بخیر. خوابی خوش به تو. خدای توبه. خدای توبه. اینها درست میگویند. هم قشلاقی هایم هستن چی؟ اما چی خیر؟ هم قشلاقی داشتن باز. کلتکیلس نبودم. این آدم ها ما را میشناختند. گم شود کلتکیلس. خدای توبه. ولی من چه خیلی با بالای اون دیوار برآمدم ها؟ نه برای ما دیوار برآمدن کلتکیلس بودن لازم. احمد شمشک هم میتواند. احمد شمشک هم یک لحظه ایست برادر. اگر دیوار رو من برآمده باشم از اون درخت خودکک چه خیلی افتادم خدایا هیچ چیز رو نمیفهمم. اکاونال به عقل خودک فروش گفت که خودک دو ساسیسکا داره. یک ساسیسکا را ایبانش دو تا کرده است. لوین اون آدمی که از سقراط گریخته است دستگیر کردین؟ نه سردارم او را نیافتیم. اون را یافت. از دست سقراط نجا افتاد. در به امنیت رفته شکایت کرد. نه البته استاد دین و اخلاق بوده است. احمد شمشک. من باید به مکتب رفته با خورو گذارونم. پسرم سقراط با استاد دین و اخلاق چی کار داره؟ با خدا من هم حیرانم سردارم.
امروز با خدا همش رو میفهمم. ما رو هم خبر کن. دویم سازیسکا شا یافتم. کدام سازیسکا؟ دویم سازیسکا گمشیدگی را. روی دیوانه تو؟ همین سازیسکا توچکی هم با مزه بود است نه؟ البته. ای خدا جان کاش که او را دستگیر نکرده باشند. لبای خشوچه؟ وای من وای رو دیدن میخواستم. این کی است عشقم؟ اگر به نزد احمد آمده باشید حالا اینجا نیست. به خانه نامده بود؟ نه دیشب آمده بود اما صبح بر وقت برآمد. آمده بوده است. شما با او کی میشوید؟ ما نزدیکانش؟ شما چی؟ وای من رفیقش هستم. تشویش شده بودم. رفیقش؟ بله تلفنم رو جواب نمیدهد. به کجا رفته است نمیدونید؟ نه نمیدونم شاید به مکتب رفته باشه. به مکتب؟ واه چی خیلی به مکتب؟ یعنی وای به کدوم مکتب رفته باشد؟ بابا جون حالا هم به من باور نمیکنید؟ این گپا رو یک سو گذار. بین دوگانه نزدیکت انشالله نامزدی دارد. او را نباید تنها گذاری ها؟ رو خودت را آماده کن. رو دخترم. تمام. میلش. جانی من بابا. جانکم. جانی من. نبیره جانم. من به حجره میروم. میلش. اگر کالتکیلا زنده باشد تو از این خبردار نشده او کشته می شود. دیگر تو را اصلا ناراحت نمی کند. اصلا. به نزد احمد شمشک آمدم. تشکر میلش. دیگر این خیل نمی شود. باید به او بگویم که کالتکیلاس است. سرش در بلا است. باید بداند. من گفته بودم بچه ها دختری امکی استاد احمد آمد. بله درست اینجا چیکار؟ سلام علیکم دخترک. سلام. سلام. ما شما را در کلب شبانه در نزد استاد احمد دیده بودیم. این تخمین کنم به نزد استاد احمد آمده همه خیلی نه؟ احمد در حقیقت استاد شما است؟ بله. بله. احمد شمشک رو میگویم من. البته جانم در این مکتب ما یک استاد احمد است. اون هم باشد استاد دین و اخلاق احمد شمشک. استاد دین گفتید؟ در رسیده مکر این همان مکتب است که رفیق زفر در همینجا استاد است. شما با کجا می روید؟ ایستید با کجا می روید؟ بله رفیق کجا تمام شده؟ چیزا شاید می آید. تشکری زیاد. ای خدا کو احمد شمشک در کجا است میدونید؟ شما کی هستید؟ چرا او رو جستجو دارید؟ تو خودت کی هستی؟ یک لحظه استید. خیلی گپ است. آدمی که شما میکوبید این دختری امکش است. دختری امک؟ یگان مشکلی باشد حل میکنیم. یگان گپ نیست. اینجا بیا. یاری دید مرا سر دید. نمتراگی را کرد. احمد مرا سر دید. گفتم تو سر دید. مرا با کجا میبره؟ تو را دیگه اگو با پولیس دفتر دو رقم ماشین رو نویسته گیر. کردخ شو بسیار دراز است. سرخی بعد دام دام اینش خیل است؟ اولی جناب. نه نمیزیباد. این بسیاری برد لیچ است. یعنی البته زیبا است و یعنی که پس و پیشش بسیار لیچه. یک باران میشه شمال میشه خونوکیت میزنه بعد
مجبوریم که بعد بریم و دورو بخریم. خودت میدونی که اولی که ما کمال، یعنی که عزیز دلم خفه نشم. ما رفته این کرتا رو بدل کن یا کرتای دیگر ببر کن. خیلی نگاه نکن طرفی من این رو پوشم. یه دفع که شام سلین یا کرتای اطلسی توجیکی پوش. لبن بسیاری بد گپ زدی. به خودو اپا جون گپی را گوش نکردم و کرتای اطلسی توجیکی یک دفعه پوشه تمام نکن. معقول نیستم خیلی کرتای میپوشم. خانم زیرا ما را گوش کرد. من با شما گپ دارم. آدمی که سخرات از دست داد ما او را یافتیم. زیو رو پیدا کرده؟ زیو گفته نه جونم چه علاقه دارد. زیو نه، زیو مول بر وقت مول. زیو را اگر بخواید به سر قول زیو را و من با شما دیگه چی را گفتنی هستم. خانم زیرا سخرات به اخلاق استاد دین و اخلاق را دست کرده بوده است و استاد آمده شکایت کرده است و هم رقم هایش را مانده است که من به او باید واخورم. استاد دین و اخلاق گفتی همین خیر؟ بله، من هم ایران شدم به خدا. نصیب باشد در تیم حسینه دوگانه عروس شما بشید. پسرم چی شد؟ در کجا بودید؟ بسیار حادثه ناخوش رخ داد. چی شد؟ استاد آدمانی سلاحدار دختری امکی شما را بردن. دختری امکم؟ کی هست تو؟ استاد دختری که با او در کلوب شبانه بوده. کی برد میلیس؟ جناب احمد، من به پلیس خبر دادم. با این رقم زنگ زدیم. نامش کمیسر لوینت است. تلفن کرده رقمش رو داد که با او زنگ زدیم. شد استاد رحمت. نتوانم. بردار میگویم. چی صدایی؟ بردار میگویم. الو میلیس خوب هستی؟ احمد تو خوب هستی؟ چی را بمانده؟ خواهری ما رو ظفری به شرف دزدیده آورد. آنها را در کجا پنهان کرده ای؟ دروغ نگو، همش رو میدانیم. ظفری بیناموز خواهری ما رو دزدیده به استانبول آورده است. همه دیه این رو میداند. دختر را رها کنید، او علاقه ای نداره. رها میکنیم. خواهرم رو گرفته پس رها میکنیم. زود سراغه و مکان. خواهرم رو بیده وگرنه دختری امکت رو میکشیم. وقتی زیاد نداری زودتر باش. شد سراغه را با پیامک میفرستانم. به دختر دست نرسانید. منتظرم. خولا جان سوزی نغزی خوبم پسرم، ولی تو رفیقی نزدیک استاد احمد ظفر نیستی مگر؟ وقتای زیاد بود که نمی نمودی. بخیر است کدام شمال ها آورد به اینجا؟ خولا جان نپور، سرم در بلا است. من خانه دور شدم، با همسرم یک جای آمدیم. یگان موله نمیوید که ماه نیکو کند. به نیکو وی کار نمی شود آخیر. کدام کار نمی شود عجبا؟ وای خاله جون میفهمید آخیر اون کار نمی شود. تمام من حاضر رفته ایمان را گرفته می آیم. این کار حل می شود انشاءالله. شد خدا از شما راضی باشه. گلسوم بابا جان میلیس در خانه است؟ نه نیست دخترم. در خانه نیست مگر؟ نیست. به نزد زیو رفته است. دختری من با شوهری ساخته تو چیکار دارد؟ با سری قبرش رفته است مگر؟ در نزدش است. ای دختر جانی من در نزدی دوست داشته قهرمانش است. با این بچه هیچ شنا شدن نتوانستیم. دعوتش میکردم اما تلفنش خاموش بود. اما پروا نکنید من با خوری تشکیل میکنم. با قهرمانی حقیقی اویلمون شناس خواهید شد.
کجاست؟ در جای بود عدیست. رو کاری نکرده. خواهرمون رو بده، دختر امکت رو بگیر. خانی گابزان خواهرم در کجاست؟ خواهرتان در داخل است. توبه کردم خدای افت رو ببین. خواهرتان اینجاست. بلسون ای طرف بیا. کسی که خواهری مرا میدزدد جانش رو میگیرم. آرام ایستا. آنا با شما. گیرید آنها را. گیرید جناب پلیس. رفتم به شعبه بیاناتتون را گیرم. سلامت باشی برادر. تو بازدید. ای دختر رو احتیاط کن. کدام دختر؟ دستانم رو پوشو. احمد، هنگامی که تو رو بردن ترسیدم که دیگر تو رو نمیبینم. دیگر فکر این گپ ها رو نکن. گذاشتم. خوب هستی؟ تو چرا به امنیت رفتی؟ اگر تو رو دستگیر میکردن چی؟ نه جانم، رفته از روی آن سقراط بیشرف شکایت کردم. چرا من رو دستگیر میکردن؟ بیا با داخل درایم. کمی استراحت کن، آرام شد. خوب هستی؟ چرا اینقدر سراسیمه هستید نمیفهمم. بعد از نماز هم این کار را بستن ممکن است. نه دوملا، این کار را هر چی زودتر باید حل کنید. وضعیت دیگر خیلی کاری خیر است دوملا، کاری خیر. میدونم این کاری خیر است. چی سراسیمه اید؟ بعد از نماز هم میشود نکاح کردن. احمد جانم چی شد؟ بسیار تشویش شدم. خوب هستی؟ من خوبم، مشکلی این نیست. به همه بگو که تشویش نشوند. میلش؟ شکر خدا. تمام. درس ها رو نگذاشتیم، اما شما خوب باشه دیگرش مهم نیست. وای، احمد تو در حقیقت استاد هستی؟ چی خیلی یعنی؟ البته استادم. استادی را ساخته می شود. ای نه یعنی تو نمیتوانی استاد شوی. چرا؟ چی خیلی نمیتوانم؟ استاد هستم کن. وای، استاد میبودی به من میگفتی؟ تو نپرسیدی؟ نه غیر امکان است، نمیتوانی. یا خدایا چی خیلی نمیتوانستم. من استادم، 12 سال شد استادم. چی؟ را بیارم. 12 سال؟ این آدم رو تنها حافظه‌اش از دست نرفته است. خودش رو دیگر آدم فکر میکند. طلبه ها هم او رو استاد گفتن. این 12 سال میگوید. نه نمیشود. من این رو کلتا کلاس بودنش رو باید گویم. سرش در بلاست. احمد، با تو باید یک چیزی مهم رو بگویم. البته گوش میکنم. میخوایی که تو رو دوست میدارم بگوید؟ نه برادر، اون مرا نگاه نمیکنن. گپ دیگری دارن. تو رو چرا دزدیدن؟ نپرس. مرا با کلتا کلاس گفتنی شخص مانند میکنن. چه خیلی مانند میکنند؟ چی میدونم، نفهمیدم. میگویم که بسیار به او مانند است. مرا مسخره دارد یا در حقیقت کسی دیگری است که مانند کلتا کلاس است؟ این خیل شدنش غیر امکان است. فراموش کردم. با یک کس باید زنگ میزدم.
الو الو جناب لیوند سلام من احمد شمشک از مکتب استاد دین و اخلاق هستم همون معلم امروز مرا پرسیدید به فکرم سلام علیکم جناب احمد من لوینت هستم کمیسر امنیت اولا من از نام خودم و از نام پدر و مادرم شما رو برای از دست سقراط بیشرف خلاص شدنتون تبریک میکنم شما آن جنایتکار دزد پدر لعنت رو دستگیر کردید؟ حضیرش دنه اما شما رو ما مثل لقمه استفاده میبریم سقراط از پس شما میشود و ما او رو دستگیر میکنیم با شما واخوردنم لازم کمی ببین کی زنو میزند حاضر نمیشود کمی کار دارم ولی ساعتهای 3-4 میتوانم واخورم میشود یکم پرابلم نیست بینم بگو من با سیرت مرکه نامزدی دارم مگر وقتی همین است بعدی مرکه ما میخوردی ای سردارم سقراط برای چی از پس یک معلم دین نگشته است من او رو باید دانم کار برای لوین اولین درجه است کار رو با احساساتم آمیخته نمیکنم تو در حقیقت دیوانه بودی هم مردک تقم دیوانه شد سلام دخترم رفیقی استاد احمد نقم اینجا باشم این همون امامی که من زیر کردم همون نیست؟ این دختر را در کجای من دیدم اما خدایا و یادم نمیآید در کجا دیده باشم در داخل است باید هرچی زودتر آنها را نگاه کنیم تجلی نریس خانم کی آمد؟ امامی که زامبی گفته داد میزند نیست مگر؟ بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان برادر این غیر امکان است دامون چیزی که من ببینم تو هم دیده ایستادهی؟ دیده ایستادم دیده ایستاده یا زامبی این نگاه نمیشود این زامبی است من این را نگاه نمیکنم این زامبی است دخترم آیله دار نشم من نزدیک نشم تو زامبی هستی و من نزدیک نشم گمشم برویم زامبی خدایا کالتاکیلاس شاید از دستی سقراط نجات یافته باشی اما از دستی من نجات نمیابی الو باوری دارد او است Robin. Oj. Bravi. چیز میلیس یک چیز رو پرسیدن میخوام برای مرا با عائلت شناس کردن حاضر نیست حاضر نیستم اما تو به این هم از عائله ما هستی کن یعنی چی خیلی؟ با شاگردانت گفته که دختری عمکم است چی کار کنن؟ گفتن که استاد دین با این دختر زیبا در کلوب شبانه چی کار میکنن؟ من باشم یعنی دروغ گفته نتوانستم مجبور شدم که چنین گویم تمام وای احمد من میخواهم که با تو با اسب سواری روم پدرم مرا در خوردیم با اونجا بسیار میبرد عجب با من یک جای میرویم همراهی میکنی البته میروم وای یعنی من سر و لباسم رو عوض کردم میایم بعداً با هم میرویم قهوه‌ات رو نوش من حاضر گشته میایم مایلش
Sevgilim saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile tutmalıyım ellerini. Sevgilim saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile tutmalıyım ellerini. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, ninniler برای با من آمدنت minnetdor هستم. dizlerimde uyusam seni. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile رفتیم. tutmalıyım ellerini. یک طرف است حیوان. این چه خیلی گبزنی هست نه؟ خودت کی هستی؟ اما که خودت رو حرمت کن.
پسرم از پشت این کلتکی لاسی حرام شده تو را با دستان خودم به خاک سپاریدم. اگر او زنده باشد با دستان خودم او را زیر خاک میکنم. سقراط از پسی کلتاکیلاس بوداست. یعنی کلتاکیلاس زنده است جناب یحیی. این صورتها را پیشتر در مکانی اسب سواری گرفتم. همراهش دختر بود. متاسفانه او را گم کردم. اگر او را پیدا کنم با چیکار کنم آقای اکرم؟ مرا خبردار کن. مایلش. ملیس جان تو خواهی نخواهی امروز من با داماد شونده‌ام وا میخورم. مادر اینجا چیکار میکنید؟ ملیس شیرینم وای خواستم که وای چقدر زیبا می نموی دخترم. تشکر زیاد. خیر. این کی باشد؟ لبای روز بخیر جنابی احمد. من تولیم مادری ملیس. سلام خانم خوب هستید؟ رحمت من خوبم. یکی از نزدیکانم نامزدی دارد. خواستم شما اشتراک کنید. با دوست پسری دخترم شناس شدن میخواهم من. البته خانم من هم با شما شناس شدن میخواهم. میایم. روز بخیر. همه اتان را به حیرت میارم. دامادم را بینید دامادم را. یا خدا کارا بو بینظر شد. نهایت این بگاه با خوش دامنم وا میخوریم. خوبم خوش رویم شناس میشویم. با لیوند بود کی بود واخوری داشتم اما نبودش. بعد وا میخوریم. یا چه گپ است؟ اکا یک خبری گوش دارم. ما خونی سقراط رو پیدا کردم. الراستی؟ نقص انشالله خبر درست است. اگر این بار سقراط را پروندن نتوانم هر دوی شما را بپرونم. رفتم اکا کانون یگون سمکی داکیسر اشتاک دنیام چوبه. الو من به مکانی گفتهتان آمدم. ها این خیلی باشه اگه پرابلم آنست در همون سری کوچه سری دستکی صحبت نکنه میری. چون که من این دیگان 100% نامزدی دارم. برای من فرقی ندارد. اگر کار داشته باشه دیگان وقتی دیگر هم میتوانیم واخوریم. نه حضور ما میخوریم. تا آماده رسیدن طریق تلفن قطعا کمتر صحبت کنم. این سقراط بدبخت از شما معلوم میدین چی میخواسته باشه؟ امیر میدونی؟ با خدا من هم نفهمیدم. از من چی میخواسته باشد نفهمیدم.
شما در گذشته با همین سقراط بدبخت داد و گریفت داشتید یا نه؟ تماما، چون که پیشتر یگان بروان نخورده ایم، نمیشناسم او را. یا خدایا، خیلی باشه سقراط بدبخت برای چی شما رو دستگیر میکنه؟ یگان معنا ندارد کو؟ من هم همین رو میگویم، از من چی میخواهد نفهمیدم. کارتاکیل است. بله، کارتاکیل است. کارتاکیل است. یک آدم به طرف من سلاح کشید. کارتاکیل است، دستان نگوره. چرا خاموش کردی؟ چه خیلی پلیس هستی تو؟ باید جاری دیگی، نه اینکه تلفن را خاموش کنی. این آدم را میپراند. Stop! من پلیس لده اگر باور نکنید بین حجت پلیسی گوش که خفه بو ماشینی سو فقط تیز های کن یکی تمرنگ همون بلی شرطار بودن های کن انشالله این دیوانه دیر نمی کند کی اکا؟ لیونتی دیوانه آخیه سقراطی بیشرف در استانبول در همه جا آدم چند بار گفتم کالتاکیل است نیستم باور نکرد یا وای پلیسش به جای یاری رساندن تلفن رو خاموش ای خدای هم سردانم راست میگفت است این کالتاکیل زنده است نمورده است این چه خیلی میشود ای اونالی بیچاره برای چی ما باید باور نمیکردیم ای پشت همین کالتاکیل است اونال زنش سردان ای جای کارشان پیشش کردن آروده ما باشیم اونالی بیچاره رو باور نکردیم و وجدان انسانی شما پروا نکنید سردارم من این کالتاکیل رو دستگیر میکنم و آبرو شما رو دوباره در امنیت برقرار میکنم مرا لوینت میگن کازا زیرکم ولی شرپر سببی بزرگ میگیری یگان خبر است؟ کدام حادثه بابا جان؟ آن روز سقراط گفتنی آدم وقتی که یک نفر را کشتنی بود پلیس را خبر دادی نجاتش داده بودن کو؟ چی شد با آن آدم؟ یگان خبر است؟ وای من او را نمیشناسم بابا جان مهم نیست تشویش شدم برای همین پرسیدم من رفته سیلن رو ببینم رو البته رو دقت به همه گروه ها تکرار میکنم ژیگولی رنگش سرخ به طرف ساحل حرکت میکنم در سر چنبرک باشد کالتاکیل از نشسته است ما او را تعقیب میکنیم برای کمک ما یک چند ماشین دیگر را بفرستید هرچی زودتر هم مردک تیزتر ایکون گزه بجور سردارم من اون رو باور نکردم بیچاره رو با نزد دکتری دیوانه ها بردم کالتاکیل بیشرفه با دقت باشد و ماشین را خوب میراند از کالتاکیل دور نشوید با دقت باشد با دقت باش برادر از او دور نشوید کجا شدین گروه فرستادگی از پشت کالتاکیل بابی اکرم از اونها رو گردان میدونم میره برادر با فکرم اکرم من نمیشناسم ولی کار تمام شد بعد خیلی صحبت کنیم سلین دخترم ای آدم کجا شد میآید مادر جان میآید او در جای کار است گوش کن دخترم ما ایتله برای تو آمده اگر ما میفهمیدیم چونین است تمام هم نمی اومدیم مادر جان بس است ای دیوانه در کجا هستی همه تو رو انتظار است سردارم شما راست میگوید کالتاکیل زنده است بیسرم تو به فاتحه دیر مونده به عقل دیوانه پروا نکنی شما سردارم
من این کارتکلاس بیشرف رو دستگیر میکنم. چی؟ کار ناتمام شما رو من تمام میکنم. آبرویتون رو از سر اینا برقرار میکنم. چی خو میگوی دیوانه؟ کدام کارتکلاس؟ سردارم کارتکلاس نمورده است، زنده است. اون الوجدان انسانی بعد چشمم دیدم این کارتکلاس زنده است. یا ژیگولی سرخ خریده بعد پیش ما رفته است. سفتتر نگو بی عقلی دیوانه، بجاشنا دیر کردی. بفوتیت دیر کردی، بفوتیت. همه منتظر تو هستند. تو از پشت یک خیال بافته میدوی. دیوانه هستی پسرم؟ بین پدر و مادر سیلین الجش رفته ایستادن. این رو بدان. شما پروا نکنید، من بیشرف رو دستگیر کردن جنایت‌های کردنشو از بینیش میبرم. التباس ما رو ببخش سردارم، من شما رو دیوانه فکر میکردم. الو لوین، بعد زنگ میزنم. لوین وای در راه هست، آماده ایستاده است جانم، در راه هست. از پشت این بیشرف من سردارم رو دیوانه فکر میکردم. چند بار رو به دیوانه خونه بردم، وای دیوانه نیست، ما دیوانه هستیم. آفرین، پلیس آمد، حاضر از این دیوانه خلاص بود. میرشتی برو. همه آدم های سقراط بودن. سود همه با ماشینشینن تعقیب را ادامه میدید. غضب وجود سکنک سرشید، همون را در رو که بقیب پاس همه رو ندم. سوار میشم خودت چاو. سلین روی شرمندگی است. چرا تا حال داماد نیامده است؟ تمام مادر تمام. یا خدایا. لیوین سلین آروم باش. جناب احمد سلام، چخیل هستید؟ انتظار شدیم ناومدید؟ در راه بودم، یک کاری تعجیلی برآمد، دیر کردم ولی میآیم. تمام، بسیار خوب، با ملیس منتظریم. خوب. نامزدی به این هم بر هم میخورند، ولی من باشم با داماد شونده هم با میخورم. ملیس بسیار در هیجان هستم. چی شد مادر؟ سورپریز. کمی بعد خواهی دید. چی نقشه دارد؟ پدر جان شما با کجا میروید؟ نامزدی تمام، با دوزخ میروم. باز از من میپرسد.
چهار طرفتون قبله حاضر می آیم نجم از سبب بالا از جایت نجم سفران اگر از جایت جون بدی 10 ثانیه پیش از عجلت میموری بچه قفا بیست که پناه میفهمی؟ وقتی گرفتن انتقام دومالو زیار رسید کدام انتقام رو میگویی کنانی دیوانه؟ آدمی که زنده است از من انتقامی او رو میگیری؟ تو چی میگویی ها؟ با من سفسته نگو ببین کالتاکیلا زنده است کجا گم شد؟ دیوانه در کجا میگردی تو؟ ابله چرا به نامزدی اومدی؟ من کارتاکیلا رو دستگیر کردن نتوانستم خرید او را دستگیر میکردم اما بیشرف از دستی ما گریخت تو بیعقلی کدام کارتاکیلا است؟ کدام کارتاکیلا است؟ سیلن با اویلش رفتن نامزدی تمام سردارم من گفتم که کار برای من اولین درجه است کارتاکیلا را دستگیر میکنم گفتم دستگیر میکنم چی؟ سیلن قهر کرده از اینجا برآمده رفت سیلن جان دیوانه لبای آقای اکرم کالتاکیلاس رو پیدا کردم چی؟ حاضر از پسی او هستم من گوش کن باوری داری که اوست؟ بله باوری دارم تمام ادامه ده من میآیم مرحمت آقای اکرم خودم میرانم بیتل اینجا بیا بیتل باید به تو یک چیز رو بگویم از پنهان کردن نمیتوانم اکاد زنده است بیتل چی؟ بیتل بین من مطمئنم در حقیقت زنده است ملیسا رو از ما پنهان کرده است زهرا جان تو چی گفتنت رو خودت میفهمی؟ بیتل جان من اکاد رو دیدم او رو به آغوش کشیدم اما مثل که او مرا تماما نمیشناسد از پیشم رفته چون که او از من خفه است اما باور کو او زنده است ملیسا رو به خاطر من از ما پنهان کرده است زهرا در کجایی؟ چی کار کردی؟ گفتی میبینیم در راه هم برای واخوری نزدتون آمده ایستادم ما نمیخوریم مگر چی؟ به نزد ما آمده ایستادی؟ بله مادرت کمتر پیش زنگ زده بود واخوری آمده ایستادم به تو نگفت مگر نه احمد نیو اینجا التماس چرا چی شده؟ احمد التماس با مکانی که دویم وا میخوردیم به لب ساحل رو من میآیم زودتر میلیس مادرت چی؟ احمد التجا میکنم لطفاً عشقم حیاتم من میآیم زودتر ملیس با کجا میروی؟ آخر احمد میآید ملیس با من عشقم گفت عشقم میگوی ملیس ایست احمد میآید اینجا چی که پس من هیچ چیزش رو نمیفهمم در این دنیا تنها تو مرا تسلی میدهی میلیس نباشد چی کار میکردم
کالتکیلا، ساقی سیاه، دامولازیا، احمد شمشیر ماهیتی ندارن هنگامی که تو در برم باشی. تو در برم باشی کافیست میلیس، دیگرش مهم نیست. کالتکیلاس در آن روز آقای اکرم. ناممکن است. آقای اکرم من چیکار کنم؟ سلاحت را بیده. تو را باور کرده به عائله‌ام قبول کردم. در حیاتم مهمترین شخص زهرا که برایم با قدر است و تو امانت دادم. به تو باور کرده بودم ولی تو حیاتم را محو کردی. باوری که به تو داشتیم محو کردی. بین حاضر باشد پیدا شدی. دیگر باره اجازت نمیدیم که مرا رنجانی. هرگز. وقتی که به اینجا می آمدم آدم های سپرا دست پسند. خدا نگهدار باشد. من در حیاتم عموما از هیچ چیز نمی ترسم. ترسیدم که تو را دوباره نمی بینم. میلیس در این دنیا تنهایم. کسی ندارم. نه گذشته و نه آینده دارم. کی بودنم رو من نمیدانم. اما تو نزدم باشی خود رو تنها حس نمی کنی. چی میگم؟ نمی ترسم. احمد نزد تو باشم دلم با هیجان میلرزد. نمیدانم چرا اما در نزد تو نمیترسم. احمد مرا با تو بودن همیشه خوشم میآید. با تو یک جای راه رفتن، خندیدن و دیگر چیزها زیباست. همینش را فهمیدم که من بی تو بودن نمیتوانم. وقتی که حافظت به جایش آید باز مرا دوست می داشته باشی یا اینکه همش رو فهمیده مرا فراموش کرده به نزد زهرا می روی؟ احمد ها؟ حیف بر تو. احمد گفته مرا با کالتکیلاس شناس می کرده ها؟ آدمی پست میلیس را هم گرفته است. من میکشم تو را آدمی پست. احمد من هم تو را دوست می‌دارم. زیا باز تو
این رو چه خیلی به من روا دیدی زیا. تو خودت کی هستی؟ تو چی؟ تو اینقدر دختری پس بوده ای؟ ایست مرا بین. دختری که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند فهمم. دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی؟ تو کی هستی؟ کی؟ تو رو دوست می‌دارم میگویم بسیار دوست می‌دارم